وقتهای آخر رئیس رفتارهای ناخوب زیاد کرده است. چگونه اینو ما با اون میرسونم؟ رئیس با میریم. رئیس همینجا بدرم مشن خوری اینجا کجاه؟ اینجا مروه. نه هم مرویش هم دیل ما گرفته. اگه جای ساز بریم. رئیس ششلیک خوجندی داریم. ششلیک خوجندی؟ بله. اینجا غیر ششلیک دیگه هیچی نداشت ها؟ نه نداشت. صفا چی نه صفا؟ داریم صفا. صفا؟ بله. این صفا شمون خوراکای ترکیه ها؟ بله خوراکای. نه تا چند میخری هم خوراک هم خیلی دیل ما گرفته گه. نمیدونم دیگه کجا اگه خوراکی بالازد خریم هم میره نمیدونم. کجا بریم؟ رئیس میگم اگر شما مالال نباشین یا چیزی رو بسام شما برسونم میگم. چی بوده وای بسام میرسوندی؟ شما اگر مالال نشوین میگم شما امروز چی خوردن خودتان را نمیدانید. عائله های هستند که از کجا یک لقمه بیاوند امروز باید شکمشان را سیر کنند. شما باید شکرگزار باشین که اینقدر نعمت‌های الله نصیب شما شده است. تو با این گپ چی گفتنی هستی؟ گفتنی هم که عائله های هستند که به لقمه نان زارند آنها را از حالشان بار خبر گیریم. تو چی؟ گفتنی هستی که حالا همچنین عائله ها وجود دارند؟ بله رئیس. این گونه عائله ها خیلی زیادند. اگر شما زید نباشید بعضی‌هاشان رو برای شما نشان دهم. در کجا هستند؟ نه آنقدر دور هستند. گرد و اطراف شهر پر از این گونه عائله ها هستند. حالا میرویم میبینیم. رئیس روایت است که نفران از ما بالا فکر میکنند که ما بدبخت هستیم و نفرانی هستند که از ما پایان است آنها فکر میکنند که ما خوشبخت هستیم، ولی هر دوان در اشتباهند. خوشبختی ما و شما در نظر و نعمت خداوند است. خیلی عجایب که سخنهای زیبا. یا سلام علیکم. السلام علیکم. ما علیکم. مغزی که سلامتتون خوبه؟ شما نازدی خوبه؟ آقا که ما اومدیم که احوال شما خبر بگیریم. ممکنه؟ رحمت شما ما
هیما وقتوار همون هدیه های گرفتیم برای جای زندگیتون هم اینجا؟ او خونه ما زیست زندگیمون همونجا بس بهترین خب جای کار نیست مشکل هم خرید توضیحات میدم انشاءالله به خواست خداوند همش میشود بیا این فرزندک ها اویش کنی بی السلام علیکم السلام بابا. سلام کنیم کنی السلام شما چی نام دارین؟ گوهر بانو شما چی نام دارین؟ امرالی جانه عزیزم شما چی نام دارین؟ رمضان ماشاءالله ماشاءالله خانش از من سه فرزنده شد کلونش مکتب داشت مایده بودیم اکه سردین نام داشته نه؟ ما همین شاگرد گفت که از حال یک برادر خبر گرفتن در کنین ما از حال شما خبر گرفتیم میرادور میکنیم انشالله آینده دم چی کمبودی ها باشه میتوانید در ما مراجعت کنه ما کمبودی شما رو برطرف میکنه اگر چی کمبودی شد برطرف میشود انشالله من حوض شما با یک تا انشالله سراغ ما میتیم ویزیت کم میتیم مایلش چی مشکلی شد حتما ما را زنگ میزنیم مشکلی شما را انشالله ما حل میکنیم من انکه رحمت رئیس جون سلامت باشی. رحمت مینداریم سلامت باشی لیکن من حاجتم را از جانب الله طلب دارم دین شب من ذکر کردم پیش الله خدا یک رئیسی با قدر قیمت رو رزق روزی فرزندای من رو با دست شما روان کرد بخشش رئیس جون شما نرنجید از من ولی حجتم را من از الله مهربان طلب دارم سلامت باشی خدا نگهدار آباد باش سلام علیکم دوستان عزیز مخلصان بسیار گرامی قدر یار رفیقان پادپیچکای عزیز امیدوارم از درگاه پروردگار که یکایک شما تنسیت و خانواده و سربلند هستید برادران و مخلصایی که در مهاجرت هستید دعاگو هستیم که خداوند شما را در پشت پناه عصمت پاکش حفظ بنماید و امروز ما همراه برادر عزیز بختیار جان با عیادت یکی از برادران عزیز و بسیار گرامی قدر ما برادر مهربان ما که سوریدین که امکانیت محدود دارند در زندگی و خیلی مشکلی وزنین دارند در زندگی به عیادت همین برادر عزیز آمدیم اکای سوریدین جان و میخواستم یک دو لحظه درباره این همین مشکلی زندگیتون برای مخلصا بگوییم و انشاءالله یک کارته دوشنبه سیتی دارن با واسطه همون ما رقم‌ها رو در روی اکران میمونیم کسانی که به خاطر الله میخوان یاری کنند مرحمت برادر عزیز ما رو یاری کنه چه مشکلی داری اکای سوریدین جان هنوز دیگر مشکلی همین فرزنده رو به صورت کم طرف یعنی من قرضدار شدیم درباره همین زندگی همین زندگی نمیدونست دیگر ای بانک هم در قرض دارم و این نمی نشد خوردنی و شوکای فرزنده و خیلی کم طرف و همین میرم میبینیم یک ماشینی رو داشتیم که کم طرف یک تاکسی میزدیم نشکن کودک رو سیر میکردیم ای باید مونده باست دیگر های شکرانه الله میکنیم خیلی یک روز دیگر همین زندگی ای بانک ای نیست دیگر روز دیگر بیسم کار میکنیم نه کمرش خریده میشه نه هیزمش نه شرایط مشکله یا بهتر چند فرزند داری اکای سوریدین شکری الله چهار چهار تا هر چرش خیلی مکتب خوانن یا من مکتب یک تاش مایدکی اندختر چما این شکری خرونه اوش سه مکتب پسر خوانن مکتب خونه صنفی چند میخونن کلونین صنفی 5 دیمگیش 3 سینگیش 2 اکای سوریدین جان اگر چی نمی بود که ملالی خاطر شما نمی بود میگفتین که این از چی سبب این پای شما بریده شده است روز دیگر 98 24 من
یعنی وقتی سیف استودنتیم برو مانم که تیری بای غایب زد تیری غایب زد دیگه نشیدش بریدمش یعنی که شما از همین پول محروم شدید در؟ شیر او سالای یعنی که جنگ شهروندی جنگ شما برادر نمیدونم آها جنگ شهروندی 98 سال یعنی که شما اونجا دانشجو بودین یا که مکتب دانشجو تکنیک آموزش میخوندم این کورس آها خب این چی نام دارد این کس؟ دخترم گاهاردی خاله گوهربی این از همه خوردیش تو ها؟ خوبتره شما اینجا بیکنی یک خرج هزانه این دستی دوداری من چیکار کرده؟ السلام علیکم این روز کام دارم وای کرد غلط دست شکست یوزی شکستگی این در اولینجی دستش یک کم خیلی میزنی ها؟ ماشاءالله ایشالله خداوند شفا میده بخیر انا این دوداره که من چی نام داره؟ کنی بیای سلام کنی؟ سرچه کلانی مایرسی شما نه هستین؟ سیف چندی؟ بهترین خاندان چه خیلی؟ شما اکبر کجا ده کار میکنین؟ یکان جای کار هست؟ راستی گپ همین جوان موندگی هم همین پیش بیمارخانه مرکزی همینجا میاسم میوای میکنیم خیلی روزش در 10 سال کار میکنین نکن؟ 10 سال 15 سال شروع الله خب یاد همون موارد خیلی ما وقتی که برادرها زنگ زدن که اکه ساردین خبر گیرن همروی بختیار جان خیلی راه آمدیم باور کنید همون مرکز تا به این جایی شما از همون مرکز تا به جای شما خیلی راه دراز بوده چه حالاتی رفتن چه خیلی مشکلی نیست واقعا مشکل هستی من خودم راننده وقتی ماشین داشتم یک تاکسی میزدیم شکلی پرورده بود همین بانک قرض داشتیم برای این ماشین هم بود همین بانک برای این زندگی بود همین خونه‌داری سوسی یوش نداشتم لیباس یکم طرف خودی کنیم یا خیش داری حس نکنم که پدر ما کوچکش هست انشالله ما کمی با اکای سعید جان موادهای نیاز اوله را برای شما برای یک چند روز مهیا کردیم اکای جان انشالله خیلی با دست آماده را برای شما دریغ نمیداریم کمی هم باشد شما با خود قبول کنید اکای جان انشالله که با از دست آماده را برای شما دریغ نمیداریم رحمت خدا این اندور سلام باشه اکه سردین جان انشالله ما کوشش میکنیم با چی نیازی باشه انشالله با دربر شما رو افتاده نشوین امید داریم که از برادرای عزیز از یار و دوستا از غریبا از کسانی که به خاطر الله میخوان برادر عزیز ما رو دستگیری کنن یعنی که از مشکلی زندگی بروین من خواهش میکنم به خاطر الله یاری برای برادر عزیز ما خداوند برکتتون زنده باشه سربلند باشه خدا نگهدار آمین لا اله الا الله سرش کن محمد رسول الله آمین الله اکبر اکا جونی من کمی ما رو به جای زیاد دونه انشالله ما در بردونیم سلامت باشه نصیب کن رحمت سلامت باشه بخشش کلام کنید شما رو ما خدام دادیم هیچ گم نداره الان ما خواستی الله های که ما آمدیم پیش رحمت خدا نصیب کن زنده باشه آمین